در فصل اول شما دیدید که ما از کجا حرکت کردیم و از کجا روان هستیم. یعنی می رقم آمدیم در بازار کوراف رسیدیم، یعنی در ردیف دوم رفتیم که دنبال تل. دوستا تل داره؟ نه خانم. نداره؟ کی داره؟ تل پایین برو. پایین کی داره؟ خب اینجا است که شاعر میفرماید پس برگرده. خب اینجا هم از مسپاس سوال کردیم، گفتن که ما تل نداریم دیگه، نمیتونیم تک چرخ زدیم، یعنی رقم پس کی اومدیم سرچه وقت ردیف پایینی. خب اینجا این نفر از دوربی شهر میکرد، میگفت وای ما نگید ما شهر میشیم، ما گفتیم فرض که ما رفیق شما هستیم، ما طرف شما وسایل میکنیم، شما شهر میشین. خب می رقم گپ سخن گفتیم، بالاخره تل زدیم و خب تل هم زدیم، حرکت به سوی سنگو. یعنی که پس اومدیم دوی حسن‌آباد رسیدیم، کلی حسن‌آباد یا خوش از این جمع کرد شدیم، یعنی این طرف اومدیم سربالا طرف کوتلی شوخ، یعنی سربالا کوتلی شوخ حالا بود و می رقم سربالا دویدیم که رسیدیم اینجا در بلند سر یک بند که بازار کوراف سم معلوم شد دیگه. از بازار کوراف گفتیم یک دوی عمیق بگیرن، موضوع گرفتن که همین تو سعی کردیم وقت گفتیم بیا که بریم راه طولانی است که برسیم. موتور بشه یونکس فقط ظلم نخروری وام در کجا توتل شو یک دفعه کوبا معلوم میشه میترسن اونا. خب بالاخره رسیدیم به بازار سنگو. این هم از بازار سنگو یک وقتش اینجا دوربین مخرفی رفته بودیم که حالا اینجا نفر رو گیر می‌کنیم. خیر جور بخیره سلامتی. همین کاری سرک امروز هست نه نفر هم این سرک سفیر هستین. جور بخیره هم سرک کاری امروز هست نه تحتیل جمعه.com تصویر داره دی نمیخوای از این ویدیو بگیرم این به ما لانی بگیرم پیشنه سر خوب جور بخیره سلامتی تندرست بخیره رویش هم از بخنیم بارک نه میرم خود سرک سعی میمونم داخل. خب اینا این قدر راه آمده تا وارد این سرک نمیرسی. این شکل راه دیگه یک شکل راه های هست خدا کی اینم از موتوروانا نه تا خودت هم سرک خود رو تا سرک هم تک نکنه نه. سلامت باش بخیر باش. این چیکاره این چیکاره اینجا مراسم مالی؟ هم سرک امروز کار چی میان داره نه امروز جمعه اجنی سرک نفر امروز نفر سبا اگر مثلا خط داره دو نفر بگیره امروز بخاطر مراسم مردم تعطیل بگیره یا جمعه هم بده در جمعه ها شاید خیلی کم نفر باشن. مسیر چیز پایینه نه شما اینی دیگه پیش من در ماشین تنید که دینگری خب با اجازه فعلا صاحب اجازه دیگه. سلام مجدد. ما فعلا در منبر سنگان هستیم دیگه. اینجا امروز جمعه است و اکثر دوستا میگه سر کار امروز تعطیل است. یا شاید هم باشه یک دو نفر سه نفر دیگه ما یک چند ریش سفید از اینا رو پیدا کردیم و همراهش معرفی میشیم. کربلای خود معرفی کنید و نقشی که شما از این کار سرک ایجاد کردید و چی باعث شد که سرک کارش را اقدام کنید از شریک کنید برای دوستا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده های عزیز. ما نام محمد انور تخلص من صفایی باشنده نمیزی قریه سنگان هستم. دیگه ابتدای پروژه از این سرک یک سرک مردمی دیگه خودجوش مردمی میخواست به خاطری که یک راه درسته که از این سمت اگر ببینید که اونجا شاید معلوم میشه داشتیم و بسیاری سبل عبور بود و از روی زمستان بند میشد بازکو کوتل داشت و این امکانات هم نبود برای از کوره حریص سازی کنه. بسیار با مشکلات جدی مواجه بودیم. باز مردم لایو سنگو آردوش موافقه کرد که نمی سرک بزنیم. یک سرک بسیاری هموار همچنین که شاید بینگرید که ابتدایش این نمی سرک یعنی سرک میتونه بسیار به طور هموار با لایو اما خلاصه در چی منطقه برکر یعنی رقمی وصل میشه و از طرف زمستان که هیچ گونه مشکلاتی نداره، از خطر برفکوج و سنگفر و سیلاب و از همه چیز محفوظه. حتی برف هم در زمستان ها هیچ نمیگیره. یعنی میره مردم تصمیم گرفت که میره یک شهرها بسازی. یعنی رقمی از طرف دیگری که دو کنجک داده هم یک سری مشکلات های خود داشت داده کوتل مشکلات های زیاد به نتیجه رسید که میره شهرها را یعنی مزید سمت بسازی. اون طریقی ملاحظه میکنید که ابتدایش همین سرک بازنامه تقریبا در برج سنبله بود. دقیقاً تاریخش 19/6 بود. مردم آغاز به کار کرد و ما خود من شخصا نمی‌دونم به عنوان ناظر از پروژه معرفی شدیم همراه آقای علیپور و یکی از دوستای دیگه از لای بود که متاسفانه در این مراسم اینجا بود و خودش فعلا رفته. هر یک ما هرسی که کار پروژه نظارت کنیم. توسط دولت همکاری میشه یا کدام شرکت یا خود مردم همت کرده به صورت خودجوشانه؟ نه این از طرف دولت مؤسسات هیچ کسی نیست، فقط همین خودجوشانه مردم
به خاطر همین دشواری هایی که دو راه دیگه هم داشت، یعنی میره همین احداث کرد و توسط همین زور بازی خودون خود دیگه هیچ گونه نهاد و دیگه از طرف دولت یا مؤسسات از شریک نیه. شریک نیست. آره مردم به طور خودجوش هم حرکت کرده. شروع از این سرک از کجا است و در کجا ختم میشه؟ یک جمله خیلی بزرگ شما عرض کردید که این شاهراه نه؟ بله. شاهراه یک راه خیلی کلان به نظر گرفته میشه. احسن. مسیری که مورد عبور مرور خیلی از موتر و جای و اینا باشه نه؟ ولی شروع شده کجا و ختم شده کجا میرسه؟ این شروعش فعلا از خود همین بازار سنگان میشه که بازار روبروی خودمون میبینید، همین بازار سنگان. همین اینجا شروع میشه که پارسال ما دمی مؤسسات یک مقدار کار کردیم تا این درره که به نام دره چکدیوال میدیم. باز از اون طرف هم یک مقدار کار شد و به اندازه کافی عریسازی بود کارش توسط یک مؤسسه بود که هم نشد دیگه، در جای نرسید. برای فعلا شروع از کار از دره به نام لورگ سنگان، یعنی اینجا شروع شده تا لایه که یک انجینر درخواست کردیم از طرف فایده ما آمد و ما امیر یک لیول کدو و از طرف دیگه متراژ شد. متراژ تقریبا 8.5 کیلومتر بود تا لایه. باز از لایه گفتیم اگر توان ما بود شرایط اقتضا کرد وزیر برده دمی برکر وصل کنیم و یک پولی دیگه قرار ده دان لای برکر اونجا ساخته شده و مو پول ان شاء الله تعالی را در سالهای آینده اگر تانستیم کدام خیری پیدا شد کمک کرد امور هم بی سازیم و برادر کمی شهرها به طرف پیتاب بافته دیگه دیمی سمت چی گیرو نفته اگر گیرو زمستان خیلی مشکلات داره، بهار مشکلات داره، آبخیزی داره، سنگفر داره. گفتیم میره به مو خاطر میره ما احداث کردی. باز ببینید آقای فاضل نمایندگی از مردم الله نمایندگی از مردم الله آشنا میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خادم حسین فاضل هستم از قریه لای. ابتدا شما را خوش آمدید عرض می‌کنم، ان شاء الله که موفق و کامیاب باشید. خب درباره شاهراه بودن این سرک بحث شد که از کجا آغاز شده و کجا پایانش است. آغاز از بین دو ولایت راه است که در آینده ان شاء الله انتظار میره که وصل شود که دو ولایت غزنی و ولایت دایکنډي است. خب در نقطه های از این کار جریان داره، جمله مثلا در مرکز ولسوالی میرامور که اونجا یک پایپول احداث شده و کارش به ختم رسیده، نزدیک به بهره‌وری سپرده شده. و همچنین نقطه دوم که فعلا در جریان کار است بین لای سنگو است که بخش تاکو معروف شده و طولی بخش هم 8.5 کیلومتر است که تقریبا 5 کیلومترش کار شده و یا تحت کار هست. 3.5 کیلومترش باقی مانده و یک از کجا تکمیل میشه؟ خیرین ما، جوانان ما که ان شاء الله خداوند ایشان را توفیق عنایت کنه به ابتکار اونها، به پشتوانه اونها کار آغاز شده. ان شاء الله چشم امید به اونها هست که اونها هم بذل بیشتر کنه تا این پروژه به اتمام برسه. نقطه دیگه که در جریان کار است به نام گل جنگل و گل خرپران است که اونجا هم کار جریان داره، اسکواتور اونجا کار مونه. ان شاء الله در آینده این سرک است که بین ولایت دایکنډي و ولایت غزنی وصل میشه و مردم از این را به آسانی ان شاء الله عبور و مرور میکنه و در خدمت بزرگا قرار میگیره. تشکر آقای فاضل صاحب. بگید که دمی روزا چقدر آدم سر کار مونه و با کدام تجهیزات؟ خب تجهیزات مردم که یک تجهیزات ابتدایی همو بیل و کلنگ و مثلا در این نقطه، البته در گلی خرپران وسایلای پیشرفته تر مثلا 2 تا پای اسکواتور اونجا کار مونه و همچنین برمه و انفجار اینها هست. خب در این نقطه با مو وسایل ابتدایی که عبارت از کلنگ و بیل و مارتول و قلم باشه. خب شاید حدود نزدیکای 200 نفر در روز کار مونه که ان شاء الله همچنانی که عرض کردم 5 کیلومتر از این کار شده یا در تحت کار قرار داره. 3.5 کیلومتر از این باقی مونده که ان شاء الله با خیرین و جوانان خود ما یک چشم انتظار داریم که دست از این مردم بگیره، زیر بغل از این مردم بگیره تا این پروژه به اکمال برسه و مورد بهره‌وری قرار بگیره. این به ابتکار جوانان از ما شروع شده و ان شاء الله پایانش هم به ابتکار اونها هستند. کدام مؤسسات خارجی یا کدام نهاد دیگر در اینجا نیست، فقط جوانان خیر که در خارج و در داخل هست و همچنین مردم غیر مناطق خودجوش کار راه انداخته. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که روزی به ابتکار امینا پایان هم خواهد پیدا کرد و مورد بهره‌وری قرار خواهد گرفت. آقای فاضل یک گپ دیگه است که مثلا این راه من حیث شاهراه که استفاده شود نه؟ بله. چقدر شما از لحاظ تکنیکی و معیاری سر از سرک کار کردین؟ از نگاه معیاری بودن چی خلاصه 2 بار اینجا انجینر آمده ایرا لیول میگه یا به عبارت دیگه خب در نظر گرفته نقشه کرده که به نظر از ما کفایتگر هسته. 2 بار مهندس آمده به اصطلاح یا انجینرای ما منطقه رو در نظر گرفته نقشه کشیده که ما امیدوارم دیگه در آینده نقص در او نباشه ان شاء الله. خب دوستان عزیز طبقی که شنیدید جریان کار امروز خود جمعه بود دیگه. آقای فاضل میگه که طرف لی بعضی دوستا کار میکنه ولی اینجا که به خاطر مراسم هم بودن دیگه روز جمعه مثلا اکثرا شاید روزهای جمعه کمتر سر کار باشه و مو خاطر امروز شاید تو قدر نفرم نباشه یا که بخی تعطیل باشه.
آقای صفایی چی گفتنی دارید برای کسانی که مثلا همکاری مونه حالا روزانه 200 نفر کار مونه حتما شما حقوق میدین نه 200 نفر اونا آخر رایگان کار نمیکنه نه بابا دیگه رایگان دی منطقه خوشگوی سیل کنید که مردم باور به خدا داشته باشید که نان بیگو سبای خو معطله دیگه نداره با همون یک مقدار بودجه که خیرین از خارج اونجا کمک کرده تا حال تقریبا مبلغ 3 لک افغانی که همون ابتدایی یک چند گروه اول کمتر بود برای از اونها توزیع شد و بعدش تا هنوز هم حقوقی از اونها نرسیده و چشم انتظار از او خیرین خارجی و داخلی که انشالله نمی سهم گرفته یک انتظار موره که یک چند روز بعد یک مقدار پولی دیگه اگر اونها جمع آوری کرده باشد باز توزیع شود دیگه چشم انتظاری از مو همیشه بیننده های محترم از خیرین محترم یعنی است که تا بتونه که کمک خیر بکنه به صورت خودجوش و همت و غیرت مردمی است نه بله از دولت چه تقاضا دارید دولت مرکزی از دولت تقاضا ما زیاد داری ولی متاسفانه که به شکل یأس و ناامیدی دیگه میتونه تا یعنی صحنه را که تقریبا 2.5 ماه که ما اونجا کار کردیم سوایی که اونمو یک دفعه مو انجینری تکنیکی از فواید عامه که هم بسیار به مشکلات همینجا گرفتیم و آمد امور لیول کردیم دیگه تا حال رزمایش سرت نزده همین راست گپ دیگه اگر نه کارا خو مربوط دولت است دولت میخواد که همکاری نکنه با ملت با پروژه های از گران قیمت خیلی مشکل است سر ملت خوب همین ملت است که دولت است آقای فاضل زیاد دزو نقش نداره بگین که بریم از خود سرگم یک ویدیو بگیریم که خب خلاصه گفتنی های از مو که شاید در رابطه زیاد باشه و اون که مربوط دولت است که توقع هر ملت از دولت چنین بخشی است خب ما از دولت خود توقع داریم شاید دولت ما نوفا باشه توجه تا حالا نکرده و در آینده گفتنی های از ما از سایر خیرین هم یک تقاضا داریم و او این است که ما را در این راستا کمک کنه ان شاء الله ما سر پا بیستیم. تشکر آقای صفایی و آقای تشکر از شما سید اینی که تشریف آوردید اینی که زحمت کشیدید و ابراز همدردی کردید از ما آمدید و تصویر تهیه کردید ویدیو تهیه کردید بسیار جهانی سپاس تشکر قدردانی شما تشکر از تشریف آوری شما زحمت کشیدید خدا ان شاء الله شما را خیر عنایت کنه ان شاء الله روزگار را مشاهده کنیم که این مسیر در خدمت مردم قرار بگیره و همچنین اصلاحات در مسیر خنجک داده و سایر مسیرهای هزارانشین و در کل افغانستان رخ بده که مردم به سهولت از او استفاده کنه و روزی ان شاء الله مردم بتونه از او به خوبی بهره مند شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش باشید. خب دوستان عزیز حال میریم از خود مسیر یک سری جایش را ویدیو برداری میکنیم. دوستان بیشتر با مسیر آشنا شوند که چه رقم مسیر است و اصلی هدفی گزارش از مو جایی است که ما امروز ولی تا هنوز که نرفتیم متساهل. Let's go. که است جایی چیه؟ یعنی استکاریش جایی که مثلا بیل و کلنگ و جبل بیل البته شاید کنت نشه جبل مبل کنت میشه یا بیل دیگه پانه اینا را تعمیر میکنه و تیز میکنه خیلی هم کار کرده 5 کیلومتر خیلی راه طولانی است که اینو کار کرده دیگه سرک هم دیدیم که اکثرا بیرک کاشته پیشو میگم که یعنی بیرک خیلی زیاد خورده دیگه کندن کاری هم خورده زیاد خورده میگم دیرش خیلی دیگه خورده دیگه دیره بسیار نوربند مقبول کرده همین رقم رو جلوتر بگیریم که یعنی سر سرک دیگه قرار داره با کسی سر کار هست نیست اردی شما کلی سرک ټیکا گرفته چطور خسته نباشید سلامت بخیر تندرستی زنده باشید قربان اومدیم بالاخره یک نفر پیدا کردیم که این مسیر ټیکا گرفته دیگه ماشاءالله این تنهایی 5 کیلومتر راه کار کرده آره دیگه میشنیم از خودت معرفی کنه خدا که چطور امروز این مسیر کس نیه کارگرای از آدم کجاست چی میکنه امروز یه چیه به خاطر از مراسم فتوخانی بود خاطر امروز امروز دست سر کار نمره اون دو نفری کار میکنیم سه نفر دیگه چیزی بنده است خب یه کار باز دیگه میشه روز چی داره ادامه داره یه مضمون که بگیم سر کار چطور وضعیت کار شخ آسوی چقدر کار کردین والله وضعیت کار دیگه چیه مثلا یه ذره شخ است دیگه نم کی در روز چند تا سنگ جابجا می‌کنید در روز یگون 2 متر 3 متر کار می‌کنیم 2 متر 3 متر خیلی سنگ اینجا از حساب کرده دی آره سنگ حساب کرده ماشاءالله قوت ان شاء الله تشکر غیرت و قوت شما را یک ابتکار بشه در کلی زندگی چند وقت میشه که خودتون این مسیر کار می‌کنید ما خود ما تقریبا 3 روز شامل بازی چی رقم شما کار می‌کنید چه کم می‌دارین کار از را یه چه دیگه در مکالشی یعنی متر 2.5 ساعت وزنی شخوراک باشه متر 3 ساعت 3.5 ساعت تا 300 متر مثلا تا همین 37000 بسیار نوربند زیبا و مقبول ما گفتیم اینجا از این مسیر هرچی آمدی قزبیل کلنگ دیدیم ما گفتیم جرسکلای از یا فخر خلاص نه لودروای از یا دیگه با مو خاطر دیگه این مسیر که است کدام منطقه را به هم وصل من اگر چه ما یک دورش سفید او طرف هم گیر کردم اونا گپ از شورا و مسیر عمومی زد دیگه این منطقه خاص هم نگرفت چی هم مثلا دیگه منطقه لای مگم چی میگره در این مسیر قرار داره دیگه مثل برکر و
دیگه همون طرف ما مثل پلاس و دیگه وطنه و همیشه کلی چیزا رو که در بر می‌گیره. این مسیر مثل- طولانی است. آه، آیا چند مثل- چقدر از این مسیر کار شده و چقدر شما تقسیم یا سه تقسیم؟ شاید دو تقسیم کار شده، دو تقسیم کار شده. شده تقسیم دوستا طبق از این بررسی یک 30% کار باقی ماندش از 70% کار پیش رفته. دیگه خودمون چون دیدیم مسیر که چقدر با دشواری و بیل و کلنگ اینا بدون خیلی شخص ابزار عصری و همون وسایل در دست داشته خود تلاش کرده و خیلی هم با همت بالا و غیرتی کچه گفته خودو نظر دی از ما سره کار سرعت گرفته. بریم اون طرف بینگریم که دیگه کدام کسی سر کار است. تشکر از تشکر شما. از اینکه ما مزاحم شما شده و شما گپ نزدیم. گفتنی فرمایشی برای دوستایی که میگره و خیرین. ما تشکر من از همه کسایی بینی عالیت می‌کنم مثلا کمک هم کنیم همه چی دیگه بسیار تشکر زیاد از شما و از دوستان کسایی هم کنیم. تشکر که ماشاءالله یا حضرت دوره یا حضرت شکم. خب اصلا گفتیم شما که این سرک کار من از گیل و سنگ تغذیه بود این خبر آدم از سر کار. خب دوستای بیننده مثلا یک دو نفر پیدا کرده که یا سرنان است دیگه مزاحم از یا خودت هستی هم نیستی یا نان خونه مخوره کسی خورم. سلام و درود میگی خدمت بیننده و معرفی میگی و کار خورم میگی. سلام درود خدمت شما و بینندگان شما. زامن علی همدرد هستم. حتما زمین کار میکنم من دیگه. خب شما به صورت چکه کار میکنید، روزمزی کار میکنید، چی رقم کار میکنید؟ کارش سخت و آسانه؟ این کارش والا سخت دیگه کلا کوه دیگه میگی به صورت مترانه کار میکنیم متر 300 در روز چند متر کار میکنید؟ در روزی 1 متر کمتر در نفر یا شما سه هر نفر؟ نفر. دوستا در مسیر را دیدید که لودور از اینا، جرثقیل از اینا، دیگه بلدوزر از اینا، اسکواتور از اینا را در مسیر را دیدید که اونمو وسایلای بدیوی و قدیمی میگه چی بالا میگه ما بودن دیگه. باز اونا خیلی باز دشوار است که در روز یک مقدار کار کنه خیلی سنگین تمام میشه. و به نظر من اینجا تولوی مولای هم گیر میاد دیگه. شما برشی تولوی مولای چپا کردین اینجا کباب کردن نخوری جایی. دیگه کوه توش بالا جواب چه سرما چه رقم بدن؟ هوا خیلی سرد است. صورتی یا بیری خیلی سرد میشه. از طرف صبح و شب مثلا خانه مورین یا اینجا سر کار هستین؟ خانه بود نزدیک است خانه؟ خانه نه سرد بسیار نوربند. طبق شما میگرید که ما فعلا تقریبا به سربده بلنوش هستی؟ بلنوش هستیم دیگه. سر تاکو سر تاکو بین ام دره تاکو دیگه بین لایسن بین لای سنگو همین چه قرار داره. دیگه در مسیر رام دیدید که چقدر کاری زیاد کرده بودن. دیگه ما این طرف اگه استاشم که خوب دیدندم شوه. دیگه ندی اون طرف تعطیل هم است، امروز جمعه است. دیگه اینا تقریبا در دریای هلمند نزدیک از خاطر جمعه را کم کم پیدا کرده. دوستای ما خو امروز آمدیم خو دیدید کسی نبود و این یک چند پنج نفر را گرفتید میگردید که ابزار رودیستی بیل و کلنگ و پانه این چیزا هست دیگه ماشاءالله خیلی هم کار کرده. رسیدیم در ختم کلام و ختم مسیر. این هم بود امروز از سفر ما و گزارش ما از ساحل بردیز لا کوراف و سنگو و هدف از ما که سرک بود. دیگه دیدیم و مسیرهای سرک که چقدر کمپیچی‌ها داره و چقدر مشکلات این مردم خنچ دست پنجه نرم میکنه. دیگه این هم از سرک از اینا بودن که اینا با همت خیلی بزرگ و غیرت جانانه نمیتونه زده کنده روان است. دیگه تا ویدیوی بعد خدا یارو مددگارتان. گود بای.